إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فسادها البخل والأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله بر هر فرد امت جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم منت و احسان نموده که هر فرد این امت را برای جانشینی و نیابت رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم انتخاب فرمودند. در این لحظاتی کوتاه میخوام فقط دو مورد را در محضر شما سروران عرض نمایم. یکی این که ما خودمون را بشناسیم چه مقام و منصبی داریم، پروردگار جهانیان به ما چه مقام و منصبی عطا فرموده، و موضوع دوم به ما چه کاری محول شده، چه وظیفه سنگینی بر دوش ما نهاده شده. مقام ما، منصب ما را قرآن بیان فرموده: قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی. مقام و منصب هر فرد امت جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم نیابت و جانشینی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر فرد این امت، هر سواددار و بی سواد، هر زن و مرد، هر شهرنشین و روستانشین، هر کسی در هر جا که و هر مکان که زندگی میکنه باید بدونه که پروردگار جهانیان او را برای نیابت مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم انتخاب فرموده. هو اجتباکم، کلمه زیبایی که این امت را پروردگار خطاب فرموده. شما گلچین هستید، پروردگار جهانیان شما را انتخاب کرده. این مژده را از این ختم بخاری به تمام مسلمانان جهان برسونید که ای مسلمان، تو نائب و جانشین جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم هستید. قل هذه سبیلی، این راه و هدف زندگی من است. ادعو الى الله، به طرف الله جل جلاله، به سوی الله دعوت میدهم. انا و من اتبعنی علی بصیرة، با یقین کامل. انا و من اتبعنی در تفسیر این آیه مبارکه
رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، حبر الامه، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما می فرمایند ای من آمن بی، هر کسی که بر جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم ایمان آورده، ای من قال لا اله الا الله فسبیله الدعوه الى الله، هر کسی لا اله الا الله را خونده بدون که راه او، هدف او، مقصد حیات او، هدف زندگی او دعوت الى الله است. این مقام بسیار بلندی که قرآن مجید به این امت عطا کرده. مقام دوم این امت، هر فرد مسلمان باید بدونه که وارث کتاب الله جل جلاله است. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا. مقام سومی که این امت داره، هر فرد این امت خلیفه الله جل جلاله است. انی جاعل فی الارض خلیفه. ای مسلمان، زمانی که تو نگاه میکنی و در نگاه کردن امر الله رو به جا میاری، در این نگاه کردن خلیفه اللهی، قدم برمیداری، در قدم برداشتن امر الله رو به جا میاری، در قدم برداشتن تو خلیفه اللهی، زبانت رو حرکت میدی، سخن میگی، اما طبق اوامر الله جل جلاله زبانت رو به حرکت در میاری، بدان که خلیفه الله جل جلاله هستی. هر فرد این امت را پروردگار جهانیان این مقام عطا فرموده، وارث کتاب الله، جانشین و نائب رسول الله و خلیفه الله جل جلاله است. این هدف را از قرآن چند آیه عرض نمودم، اما هدف دعوت الى الله را هو اجتباكم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كنتم خير امة اخرجت للناس ولتكن منكم امة. این آیه های مختلفی هستند که امت رو پروردگار جهانیان به طرف این هدف بزرگ متوجه میکنه. اما احادیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، انما بعثتم، خودتون رو بشناسید که پروردگار جهانیان شما رو مبعوث کرده. کلماتی که مختص انبیا بودن، بعثت، اجتبا، اصطفا، برای این امت بکار رفته‌اند تا که این امت شخصیت خودش رو بشناسه، مقام و منصب خودش رو بدونه. اما اگر این سخن رو بخواهیم از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین بپرسیم، از اعلم این امت صدیق اکبر این هدف رو چنان واضح میکنه: اینقص الدین و انا حی، اینقص الدین و انا حی. این امت رو فتوا میده، بزرگترین مفتی این امت، اعلم این امت، در دین الهی نقص بیاد، ای مسلمان، آن زندگی نیست که در دین پروردگار و در دینی رو که مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم با خون خود آبیاری کرده، در آن دین نقص بیاد و باز هم تو زنده بمونی. این زندگی معنا نداره. زندگی آن است که زندگی مسلمان برای این هدف والا و این مقصد بزرگ صرف بشه که دین الله جل جلاله در تمام دنیا و به همه انسانها برسه. اما اگر بخواهیم این هدف را اگر از علمای این امت بپرسیم، ابن قیم جوزی رحمت الله علیه امت رو به طرف این هدف متوجه میکنه: هذا و نصر الدین فرض لازم لا للکفایه بل علی الاعیان. نصرت دین پروردگار بر هر فرد مسلمان فرض لازمه، لا للکفایه، این فرض کفایه‌ای نیست، بل علی الاعیان، این فرض عینی هست. این ابن قیم جوزی یکی از مفکرای جهان بزرگ اسلامه، میفرمایند جلوتر: بید او بلسان فان عجزت فبالتوجه والدعاء بالجنان. اینها کلمات مبارک ابن قیم جوزی بودند. اما علامه اقبال رحمه الله امت را چگونه متوجه میکنه؟ من اخذ السیوف لیرفع اسمک فوق هامات النجوم منارا. ای مسلمان، خودت رو بشناس. زمانی بود که تو اسلحه در دست داشتی، شمشیر رو در دست گرفتی بودی، با این عزم و اراده حرکت کردی بودی، یا اسم الله بر بالای ستاره ها مانند مناره می درخشد، یا جان من در راه الله فدا میشه.
حالا بیاییم بر روی کار خودمون. از علامه رحمه الله، از علامه اقبال کلمات زیبایی دیگری را بشنویم تا که بدونیم زمانی که این هدف رو دنبال می کردیم خودمون رو می شناختیم به چه مقام و منصبی رسیده بودیم. بمعابد الافرنج کان اذاننا، از معبدهای انگلیسی ها صدای اذان ما بلند می شد. قبل الکتائب تفتح الامصارا، قبل از اینکه لشکر اسلامی وارد یک شهری بشه قلبهای اهل اون شهر، دلهایشون از اخلاق آراسته لشکر اسلامی قبلا فتح می شد، بعد از آن لشکر وارد آن شهر می شد. کنا لم تنس افریقیا ولا صحراؤها، ما عیش پرست نبودیم، در تنعم نبودیم، در فکر رفاه و آسایش نبودیم، هنوز فراموش نکرده. لم تنس افریقیا ولا صحراؤها، و صحراهای افریقا سجداتنا والارض تقذف نارا، ما دین الله رو به آنجا میرساندیم و بر زمین و صحراهای افریقا سجده می کردیم، در حالی که از زمین آتش بیرون می اومد از شدت گرما. لم تنس افریقیا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، بزدل نبودیم، شجاع بودیم، در مقابل شمشیر دشمن سینه خودمون رو سپر نگه می داشتیم. كنا نقدم للسيوف صدورنا ولم نخش يوما غاشما جبارا فكأن ظل السيف ظل حديقة، سایه شمشیر برای ما چنان خوشگوار بود که سایه باغیچه‌ای که تنبت حولها ازهارا، چار طرف آن گل باشه. چقدر خوشگوار بود زمانی که ما جان خودمون رو برای الله فدا می کردیم. اما کار ما چی بود؟ معرفی کردن الله جل جلاله برای انسانها. ادعو الى الله، آشنا کردن انسانها با الله. این کار این امت بود. از این کار بهترین کاری نیست و از این هدف بالاترین هدفی وجود نداره. برای انسانها معرفی میکردیم ای انسانها مالک و خالق خودتون رو بشناسید، اون ذاتی رو بشناسید که خلق السماوات والارض و ما بینهما، آسمانها را آفریده، زمین رو آفرید، آنچه که وسط اینها قرار داره همه رو پروردگار جهانیان تک و تنها خودش خلق فرموده. له ملک السماوات، بادشاه آسمانها، والارض، پادشاه زمین، و ما بینهما، پادشاه آنچه که وسط اینها قرار داره. له ما فی السماوات، آنچه که در آسمانها هست از آن الله، والارض، آنچه که بر زمین هست از الله، و ما بینهما، آنچه که وسط اینها قرار داره از آن الله. و ما تحت الثرى و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. اون الله رو معرفی می کردیم که اون الله خالق، لا معین له، الملک، لا وزیر له. انسانها بیایید به طرف اللهی که لا اله الا الله، غیر از الله هیچی نمیشه بدون از امر الله، و از الله جل جلاله بدون از تمام مخلوق هرچی بخوان انجام میدن. اون ذاتی که یفعل ما یشاء بقدرته، هرچی بخواد با قدرت خودش انجام میده. یعز من یشاء، هر کسی رو بخواد عزت میده. یذل من یشاء، هر کسی رو بخواد ذلیل و پس میکنه. یؤتی الملک من یشاء، به هر کس بخواد بادشاهت میده. و ینزع الملک ممن یشاء، از هر کس بخواد بادشاهت رو میگیره. یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر کس بخواد رزقش رو وسیع میکنه. یقدر الرزق لمن یشاء، و هر کسی رو بخواد رزقش رو کم میکنه. یضحک من یشاء، هر کسی رو بخواد خوشحال میکنه. یبکی من یشاء، هر کسی رو بخواد بگریه می اندازه. یحیی من یشاء، هر کسی رو بخواد زنده نگه میداره. یمیت من یشاء، هر کسی رو بخواد مرگ میده، موتش فرا میرسه. یهب لمن یشاء، به هر کس بخواد عطا میکنه. یهب لمن یشاء اناثا، به هر کس بخواد تمام اولادش رو دختر میکنه. و یهب لمن یشاء الذکور، هر کسی رو بخواد تمام اولادش رو پسر میکنه. یزوجهم ذکرانا و اناثا، و به هر کس بخواد پسر دختر هر دو نوع فرزند عطا میکنه. و یجعل من یشاء عقیما، و به هر کس بخواد اصلا بهش اولاد نمیده. یحکم ما یشاء، یخلق
ما يشاء يختص برحمته من يشاء يؤتي الفضل من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الله بخواد میشه، الله نخواد هرگز نمیشه. همه بخوان الله نخواد نمیشه. همه بخوان یکی رو بکشن نمیتونن. همه بخوان یکی رو عزت بدن الله نخواد عزتش نمیرسه. همه بخوان یکی رو پست و ذلیل کنن الله نخواد نمیتونن. قادر، مقتدر، جبار، خالق، مالك، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حفيظ إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا إله إلا الله. ای انسانها آنچه که شما خواهان او هستید ففروا إلى الله، بیایید به طرف الله. اون اللهی که صمد، بی نیاز، همه و همه نیازمند او هستند. من اراد عزا بلا عشیره، عزت میخواهید خواهان عزتید، و غنی بلا مال، مال ندارید خواهان غنا هستید، و هیبتا بلا سلطان، هیبت میخواهید بدون از اینکه پست و مقامی داشته باشید، و وجاهتا بلا اخوان، میخواهید شخصیت محترمی باشید بدون از اینکه برادرهای زیادی داشته باشید. چی کار کنید؟ فلیخرج. این کلمات سیدنا علی کرم الله وجهه هستند، کلمات مبارکی که هر انسان رو به طرف پروردگار جهانیان فرا میخوانند، کلمات مبارکی که آنچه که خواسته یک انسانه و همه بشر در تلاش و سعی آنه اونها رو متوجه میکنه. فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله، از ذلت معصیت و گناه بیرون بیاد به طرف عزت و سربلندی اطاعت و فرمانبرداری الله جل جلاله. خودش رو مفتخر و معزز بکنه. اون ذاتی رو بشناسیم که کار ما این بود که الله رو برای جهانیان معرفی بکنیم. اون ذاتی که صمد، بی نیاز، همه نیازمند او هستند. آسمان برای این که سقف بشه محتاج الله. ان الله یمسک السماوات، زمین برای این که فرش بشه محتاج الله. هو الذي جعل الارض قرارا، زمین برای قرار گرفتن محتاج الله. خورشید برای نور دادن محتاج الله. هو الذي جعل الشمس ضیاء، ماه برای تابیدن محتاج الله. والقمر نورا، هوا برای وزیدن محتاج الله. هو الذي يرسل الرياح، ابرها برای حرکت کردن محتاج الله. فتثير سحابا، ابرها برای اینکه جای واسطن محتاج الله. فيبسطه في السماء كيف يشاء، ابرها برای باریدن محتاج الله. فترى الودق يخرج من خلاله إنا سببنا الماء صبا، زمین برای سرسبز شدن محتاج الله. ثم شققنا الارض شقا، هر برگ درخت محتاج الله، هر قطره آب محتاج الله، هر ذره خاک محتاج الله، هر درخت برای میوه دادن محتاج الله، هر بوته گل محتاج الله، هر درخت برای سرسبز شدن و شاداب شدن محتاج الله، برای اینکه میوه‌هاش به ثمر برسن محتاج الله، میوه‌هاش رنگ بگیرن محتاج الله. همه انسانها محتاج الله، همه حیوانات محتاج الله، تمام درنده ها محتاج الله، تمام چرنده ها محتاج الله، تمام پرندگان محتاج الله، تمام مخلوقات آسمان محتاج الله، مخلوقات زمین محتاج الله. همه انسانها محتاج الله. هر انسان برای دیدن چشماش محتاج الله، گوشهاش برای شنیدن محتاج الله، زبانش برای گفتن محتاج الله، دستهاش برای حرکت کردن محتاج الله، قدمهاش برای راه رفتن محتاج الله، معدهش برای هضم کردن محتاج الله، قلبش برای حرکت کردن محتاج الله، کلیه‌هاش برای کار کردن محتاج الله. هر انسان سراسر وجودش محتاج الله. هر آمر محتاج الله، هر مأمور محتاج الله، هر حاکم محتاج الله، هر محکوم محتاج الله، هر فقیر محتاج الله، هر ثروتمند محتاج الله، هر صحتمند برای بقای صحت محتاج الله، هر بیمار برای تندرستی محتاج الله. همه انسانها محتاج الله، همه وزرا محتاج الله، همه فقرا محتاج الله، فرشتها محتاج الله، جنها محتاج الله، اسرافیل برای دمیدن سور محتاج الله، اسرائیل برای قبض ارواح محتاج الله، میکائیل برای تقسیم ارزاق محتاج الله، سردار همه فرشتها جبریل امین هم محتاج الله جل جلاله است. همه اولیاء محتاج الله، همه اتقیا محتاج الله، همه اصفیا محتاج الله.
الله تمام انبیا هم محتاج الله جل جلاله هستند. آدم صفی الله محتاج الله، موسی روح الله محتاج الله، ابراهیم خلیل الله محتاج الله، عیسی روح الله محتاج الله، سرور تمام کونین اشرف ترین خلق خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم هم محتاج الله جل جلاله است. انسان ها به طرف نیازمندان نرید، به طرف محتاجه ها نرید. ففروا الى الله، بیایید به طرف ذات بی نیاز الله. این کار ما بود. معرفی کردن جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم کار دوم ما. ای انسان ها، نمونه، الگو، اسوه، بهترین، از همه اعلا، اولا، اکمل، اجمل، اتم، از همه بهتر، هادی عالم، رهبر کامل حضرت محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم است که پروردگار برای شما انتخاب فرموده و فرستاده. آن ذاتی که چهره زیبایش را و ضحی قسم یاد میکنه. ممدوح رب العالمین. ما معرفی بکنیم شخصیتی را که پروردگار جهانیان معرفی کرده. چهره زیبایش و ضحی، قشنگی و سیاهی زلفهایش قسم یاد میکنه پروردگار جهانیان. و اللیل اذا سجا، گفتارش و قیله پروردگار سوگند یاد میکنه. به عمر مبارکش رب العالمین قسم یاد میکنه. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. به اخلاقش قسم یاد میکنه. نون والقلم و ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون انک لعلی خلق عظیم. به رسالتش سوگند یاد میکنه. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کار سوم ما انسانها را متوجه کردن که دنیا دار الغروره، آخرت دار الخلوده. ما در دنیا مسافریم، مقیم نیستیم. ما از اینجا اومدیم که کوچ بکنیم، برای ماندن ناومدیم. ما هر فردی از این ختم بخاری این درس رو بگیریم، به تمام جهان اسلام این درس رو، به این پیغام رو برسونیم. هر مسلمان بدونه که نائب و جانشین رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم وارث کتاب الله ہے. ای جوان عزیز، اون استعداد رو داری، اون نیرو و صلاحیت و قوت رو داری، میتونی همه انسانها رو به طرف الله بیاری. وظیفه خودت رو بشناس، کار خودت رو بشناس. این بخاری، این ختم بخاری رو ختم و پایان گناه برای خودمون قرار بدیم. این ختم بخاری را ابتدای آشتی با پروردگار جهانیان قرار بدیم. این ختم بخاری را ختم و پایان خواب غفلت خودمون قرار بدیم. این ختم بخاری را ختم و پایان بیکاری و غفلت از وظیفه سنگین خودمون قرار بدیم. بعد از این هر مسلمان را این ختم بخاری بد به زندگی نیابت رسول الله صلی الله علیه و سلم و وراثت کتاب الله و خلیفه بودن الله جل جلاله روی زمین باشد. به امید این که پروردگار جهانیان تمام اعمال نیک صالح ما را قبول بکنه. از همه سروران میخوام این نیت را بکنن از ته قلب که ما بعد از این خودمون با الله آشتی میکنیم و هر انسان رو به طرف الله میاریم و برای خودمون الگو و نمونه و اسوه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قرار میدیم و همه انسانها را آماده میکنیم که برای خودشون الگو، هادی کامل، رهبر کامل، هادی عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو قرار بدن. برای رساندن این پیام به مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ما خیرخواه هر انسان، دلسوز هر انسان، غمخوار هر انسان، شفیق هر انسان، برای همه انسانها مهربان میگردیم و اونها رو به طرف الله میاریم. این پیام رو به همه انسانها میرسونیم. انسانها هر دردی که شما دارید، دوای تمام دردهای شما و هر مشکلی که شما دارید، حل تمام مشکلات شما فقط و فقط در اینه که رابطه خودتون رو با الله جل جلاله درست بکنید. برای رساندن این پیام به تمام جهانیان پشتیبان و حامی ما الله جل جلاله با قدرت کامل خودشه و کان حقا علینا نصر المؤمنین و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز ان تنصروا الله ینصرکم. برای اینکه ما این پیام رو به همه انسانها برسانیم با پشتیبانی الله جل جلاله، همه دوستان نیت اراده کردن ان شاء الله